با شکوهم زیب دورانم بخارایم، بسا آباد و خرم چون تو گلستانم بخارایم. السلام علیکم بینندگان گرامی، هموطنان ارجمند، مهمانان دیار باستانی، شاد و ممنون هستیم که امروز با شما دیدار دیده برنامه نوبتیمون را به توجه شما پیشکش می‌نماییم. برنامه امروزمون را بیجیز با چنین یک مصرع‌های پرمعنا که درباره بخارای باستانی روی کاغذ آورده شده است سر نکردیم، چون که امروز برنامه‌مون به یکی از انسان‌های شناخته، انسانی که گوییم در من همان ترقیات کشورمان، ترقیات وطنمان که یک حصه نچندان کلان خود را داده آمدند و آمده ایستادند، یک انسانی که چندین سال من در ساحه تعلیم فعالیت خود را رانده، با چندان فرزندان بخارا من میخواد سبق آموخته آمده ایستاده، فرزند اصیل بخارا مریم یادگارова هستیم. امروز گروه ایجادی ما به این خاندان تشریف آورد و من میخوام با انسان شناخته، مادر عزیزی ما که امسال 80 سالگی خود را من میخوام جشن گرفته ایستادن، البته ما واخورده ایستادیم، بهت شاد هستیم که ما با مریم یادگارова امروز در صحبت میشویم. مریم اپا جان، شما را همچون مادری جان گویم هم خطا نمی شود، چون که حقیقتا من چندین سال بخارا شما را خیلی خوب میداند. شما فرزند اصیل بخارا هستید و امروز هم که من سن 80 سالگی خود را جشن گرفته ایستاده اید، بیکار نمیشینید. همچون از اون من همان شعرها، اون کتاب‌های شما رو که وقتی که دسترسی مخلصان میگردد و وقتی آن را ما ورق میزنیم، البته من همان دل کس به وجه میاد وقتی که هر یک مصرعی که شما روی کاغذ آورده است، از همین جا معلوم میگردد تا چه اندازه مهر شما به وطن، تا چه اندازه مهر به مادر، به تربیه گویم که من همان تعلیمی فرزندان بیشتر شما شعرهای خود را نوشته اید و امروز هر یکی ما آن را ورق زده میخوانیم، بس خود یک چیزی میگیریم از این شعرها. فرزند اصیل گفتن من بیجیز هم نیست، چون که شما در همان شهرکی کهنه شهر بخارا به دنیا آمدید. بیاد همان عائله، همان دوره، همان کوچه، همان زمانهای کودکی، دوستان کودکی را به یاد میبیاریم. خودی من در بخارا تولد شدگی با کوچه تای زندان میگن، تای زندان بخارا ارک نزدیک همه کوچه با تولد شدگی بسیارتر تویتیم، یعنی بیبیم، دادیم، مادرم، اینو همه وقت شعرهای حافظ، شعرهای میخواندن یک دیگرشون که گپ میدادن و ذوق میکردن و این شعرها معناش میگفتن و خنده میکردن، فقط ذوق شفقتی اینو یک دیگرشون به شعر میگفتن و شعر میخوندن. ما هایم همونو با تقلید میکردیم. اول اوکیم رحمتی صالح خان شعر کرد، شعر نوشت اوکی من دو رخنه بعد دوای تقلید کرده، منم نوشتم مقصد که خودمو شعر نوشتم. این استه در آخر هم خیلی و دمان هم خیلی این اخلاص اومد و شعر نوشتم گازتی تاجیکی با برومد بخارای شریف، بخارای شریف ژورنال هم برومد، مقصد که سینفوی تاجیکی یالا کریم از تاجیکستان تاجیکو همه تاجیکستان ها موی مبارک بود کرده اومدن دوشنبه بوده گویم من وچ روما برادن میشه روما در اجتوبه برادن. مریم اپا، خلاصی گپ من همان عشق و محبت به نوشتن شعر از همان دوره‌های کودکی پیدا شده است، چون که من از صحبت شما معلوم گردید که حقیقتا در خاندان آنها بسیار شاعران، بسیار مخلصان، عیناً دوستداران زبان تاجیکی فارسی عیناً در عائله آنها بودگی و بیشتر من میخوام شبای ادبی و بیت برکا گذرانده میشد. من اکنون بیاید به آن میگذاریم که من بعد از ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی بخارا شما پس از چند سال تنفس من داخل گردیدگی آن را ختم نموده، من گفتنی هستم که فاکولته زبان و ادبیات ازبکی را، لیکن با زبان تاجیکی چی سبب شده شما در مکتب‌های میانه من به فرزندان عیناً شما با زبان تاجیکی درس میدادید؟ هر که زبان مادری اگر داند، اگر نه، سینفوی تاجیکی شورتر شده رفتن گرفت. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70 سال 71 سال 72
بعد اینستیتوت و فاکولته شده حرکت کردید، حصه خود را گذاشتید که زبان مادری از بین نرود. این زبان مادری شما حقیقتا ما در حقیقت به سبب نمیگوییم که من دولت ازبکستان این دولت سیر ملت می باشد. میدونیم زیاد از 130 ملت و ایلت در اینجا در همدوستی زندگی میکنیم و نوابسته از دین، نوابسته از عرف و عادت، ما همه در هم جهتی. و بینید که حقیقتا من وقتی که کتاب های من شما رو ورق میزنم، من همون شعرهای شما رو میخوانم. امروز شعرهای شما رو من هم خیلی یک بینید که مهمانی خانواده شما بینندگان گرامی امروز جوانانی من گویم که بخارای باستانی که حالا که آنها نه چندان آن شناس نیستند که چقدر انسان ها، چقدر بزرگان در این سرزمین من گذشتن و جوانی که امروز مهمانی خانواده اینجا می باشد که ما رو به اینجا آورد ارکین جان هست مریم اپا. با شما اولاد نه عیناً من همان یکی از مخلصان زبان فارس تاجیک می باشد و وقتی که شنیدن که مهمانی خانواده شما هستیم خواستن از نزدیک آشنا گردند. ارکین جان ما یک جایه امروز وارد این خانواده شدیم، با مریم اپا در صحبت شدیم. البته من باوری دارم شما خرسند شدید، کمی با تاریخ آنها از نزدیک آشنا شدید. بیاید کمی یک فکری شما رو درباره واخوری امروزه و همون شعری که چنان شما در من گفتید که بسیار همین شعر به من مقبول شد، من بعد یک 4 مصرع آن را میخوانم. بیاید تازه کمی یک فکری شما درباره این واخوری. امروز یک با انسانی نیک واخوری کرده دیدار دیده ایستادیم. بسیار انسان صمیمی بودین، از رویشان نور باریده می ایستاد، درباره زندگیشان، حیاتشان، فعالیتشان سخن راندند و پیشتر هم ما این کس را از دور میدانستیم، شعرشان را با شوق با اشتیاق میخواندیم و امروز من خواستم که یک 4 مصرع از شعر آن کس خواندتیم. خوش هوا، خوش روی و زیبای بخارای شریف، فیضبار و همدلارای بخارای شریف، مسکن علم و خرد گردیده تو در جهان، قوه اسلام عرفانی بخارای شریف. من شما فرزند بخارا امروز هستید. من همین خیل شعرها رو وقتی میخوانید حسیات باز هم زیاد میشود به مهر به وطن خود، به بخارای باستانی خود، چون که ببینید که بخارا رو از جهان آرزو میکنن، هوس میکنن ببینن. من امروز شما یک جوانی معلومات عالی داشته، من در آینده چون که زبان انگلیسی رو خیلی خوب میدونید، در آینده نیت دارید زبان عربی رو بدونید، با زبان فارسی تاجیکی خوب سخن کنید. این نیت شما، چون که ما در دوامی به اینجا اومدن با شما هم در صحبت شدیم. من در آینده برای بخارای خود بینید که چقدر انسان‌ها جان خود را برای بخارا می‌دهند. من حسیات شما. بخارای شریف یک زمینی مقدس است، مانند این در جهان نیست. من خودم در بسیار جای‌ها شدم، لیکن چون بخارا یگان جای را ندیدم. آدم‌های این زمین بسیار هم پارسا و یک صمیمی هستند و وقتی که من با سیاحان صحبت میکردم، آنها خصوصا بخارا را دیدن از بسیار دور جایها آمده و گذشتگان ما تحسین خواندن. البته تاریخی بیش از 2500 ساله دارد. بسیار هم عالمان، آدم های که برای دین خدمت های بزرگ گذاشتن در اینجا زندگی کرده از عالم چشم پوشیدن و ما باید این تاریخ را، این فرهنگ را باید پاس داریم، احیا داریم. شما فخر میکنید که فرزند بخارا؟ البته بخارای شریف، از فرزند بخارا بودن فخر دارم. در امروزه که من مادری 6 فرزند بیبی جانی 17 نبیره، امروز فرزند و نبیره های شما من همان زبانی که شما 19 ابیره. چند تا؟ 19 ابیره. ببینید که من 19 ابیره امروز فرزندان شما من در خانه بیشتر با کدام زبان سخن میرونن؟ با زبان تاجیکی، با انم زبان خودم، انم حتی که هم شلوبه انم دیگه با ما میشنیم، همه با یکدیگر با زبان تاجیکی گپ میزنیم. دو با شکر میکنم که انا سنفوی تاجیکی هم هست و اینستیتوی تاجیکی هم هست و
هر کس همه خواستگی زبانش رو گپ میزنه. شرایط هم هست، من برنامه های تاجیکی هست، رادیوی ما. خدا با شکر میکنیم که همه خیلی یک دور به زندگی کرده هستیم که هر کس همه خودش خواستگیش به همین رسیده اومده هم خیلی زندگانی نفس. من مریم اپا بیایید اکنون باز به ایجادیات شما برمیگردیم. من بسیارتر من حاضر باز من ورق زده ایستادم و همان برنامه رو هم از شعر شما سر کردم، بخارای باستانی. بیشتر من به بخارا شعرهایتان بخشیده شدگی. بیاید من همون مهر وطن تا چه اندازه در دل شما منم خیلی جایگیر شده است که شما بیشتر با عیناً بخارای عزیز خود شعر می نویسید. بخارا این شهری قدیم ترین است که من هزاران بار شکر میکنم که با بخارا به دنیا آمدم، فرزند بخارا هستم. با این من فخر میکنم. یک دو مصرع شعر میخونم اگر اجازت دهید. بخارا در جهان نوری زمین است، صفاتی نور پاکش از قدیم است. این مصرع خودم نیست. گرچه نور بارد به بالای مدینه از سما، می براید بر سما نور از بخارای شریف. بخارایم چگونه تو شهری عزیز قدیم هستی که با حضورنکی دوری نیک بست، همه باز بخارا نامش از این هم در روی جهان بلندتر شده ایستاده است. گرچه نور میگوید بارد با بالای مدینه از سما، می براید بر سما نور از بخارای شریف. بینید که همین قطر در روی زمین این اهم عزیزتر شهر بخارا بوده است. بینید بخارا که مکه مدینه این هر دو شهر یک دیگر است که همه خیلی پیوند و همین قطر هم عزیز. خوش هوا خوش روی و زیبایی بخارای شریف. خوش هوا خوش روی و زیبایی بخارای شریف، فیضبار و همدلارایی بخارای شریف. مسکنی علم و خرد گردیده ای تو در جهان، قوه اسلام و عرفانی بخارای شریف. نام نیکت دایما مشهور عالم گشته است، چون که مأوای بزرگانی بخارای شریف. اهل عالم ملک سینا هم میگویند تو را، ملک فاتح شاه سامانی بخارای شریف. سرزمینی خرمت زرخیز و تیلازار بود، منبع سیمی زرافشانی بخارای شریف. صابران از صبر و برداشت و بزرگان با خرد دور می کردن هم از زخمی بخارای شریف. باز از نو جای و منزلگاهی سیاحان تویی، سجدگاه و خیرخواهانی بخارای شریف. گرچه نور بارد به بالای مدینه از سما، می براید بر سما نور از بخارای شریف. مریما گفتا بخارا قلب من پر نور کن، توتیا سازم به چشم خاکی بخارای شریف. اکنون همین بخارا همین قطر عزیز بودنش سببش بینید که
انکنون مدینه خداوند از آسمان در مدینه نور میریزد، از زمین بخارا در آسمان گرچه نور بارد به بالای مدینه از سما می براید بر سما نور از بخارای شریف. این قطر بخارای مقامش بلند عزیز برای چی؟ چون که اینجا به نظر خدا وی کرده است. افتیده که آخر یعنی اینجا به اولیو یا انبیو یا اتقیاها چقدر هم تو بزرگان برای همین بخارای شریف همین قدر عزیز. آدما هم دیگر دولت‌های مسلمان با بودگو اونو نیت میکنن که یک بخارای شریف میدیدیم. حقیقتا من بینندگان گرامی وقتی که با چنین یک انسان ها در صحبت میشویم باز قدر بخارا البته از این هم زیاد میگرد. وقتی که من همان در فعالیت گویم من همین ساحه خود در وقتی جریان کار وقتی که به نوار میبریم با مهمانان در صحبت میشویم و هر یکی آنها دائم میگویند که چقدر فرزندان خوشبختترین این سرزمین هستید که در بخارای باستانی به دنیا آمدید، در بخارای باستانی من خیلی بوایه رسیدید، این وطن شما میباشد. البته ما فخر میکنیم که زمین ما زمین تبرک است. ما باید تاریخ خود را دانیم. من دائم میگویم ما باید تاریخ ملت خود را دانیم، کی بودن خود را دانیم، چون که ما بسیار تاریخی بای داریم. تاریخ ما جدا هم بای می باشد. اگر درباره هر یک بزرگ سخن کنیم، درباره هر یک عابد سخن کنیم، ساعت‌های زیاد در کار، روزها در کار. و چون این انسان ها و مانند شما البته ما حالا باوری داریم که حالا چقدر من کتاب های شما میبرد، حالا ما شعرهای شما رو پیشکشی من تماشابینان میکنیم، شعرهای شما رو میخوانیم. گوید که من در امروزه شاگردو هست این من خیلی یک سوال میباشد که ما دائم میدهیم، چون که ما میخواهیم که پس از کس من هر یکی ما حرکت میکنیم در حیات پس از خود شاگرد مانیم، یک فرزندان خوب را مانیم، پیروان خوب را مانیم. من امروز شما شاگرد دارید نه برای خودم حرکت کردن نیستشتن خودشون می نیستن هرچه می نیستن بعد می بگیم تیتا جون بینید کنی همین تئوری ها نیستن که نیسته اینگل پچیم یود می گیری گفته ده اینو وی میکنم حالا اینو یاشته همیش میدن. امروز ها مایرام اپا در منامخل بین نبیره و ابیره در بین فرزندان و کیلین ها منامخل دوره های پیری خوشبختانه خود را گذرانده ایستانده است. من ببینید که چقدر انسان با نبیره و ابیره های خود بوی می باشد و بیهوده نمیگویند که هر یک انسان وقتی که به دنیا آمد حرکت می کند فرزندان منامخل قابل را کلان کند، بوایه رساند، در راه درست حیات گذارد. امروز ما در این عائله عیناً همین چیز را دیده ایستادیم. تیتا جانم می آین، دل جانم می آین، از رای دور می آین، بازار می آین. تیتیم بیان من خورسند کسه هاشون پوری قند. من اوی جانم سیم فرزندشون اوی جانم برای اوی جانم چی گفتنم ممکن؟ اوی جانم بسیار این آدمی مهنتکش فدایی اینکس پادویزی میکردن. هنری پادویزی هم داشت. پادویزی کلان اوی جانم چند شاگرداشون هست. حقیقتا صمیمی ما امروز در صحبت شدیم. این خیلی انسان ها حقیقتا کم و کم، چون که ببینید که نه تنها فرزندان خود برای خلق خود، برای ملت خود چقدر من هم خیلی کارها کرده، من تا امروز رسیده آمدن حرمتشون هست. هر یک فرزند حرکت میکند یک چیزی خوبی پدر و مادر خود را در حیات بگیرد. من اوی جانم راستگویی اویلا پروریه یاد گیتم مایدگی وقتمون با همین تیم خدا رحمت اومدم با اوی جانم و چورخ شعر نیستنده همون شعر هیچ ایادم نمیبرد. با ایدی بین الخلق زنان میکنم تبریک شما رو آنا جان، میشمارم من شما رو هر بار در قطار مادران بختیار. من میدانم بخت اقبال شما گشت بنیاد در دوام سالها، هیچ مشقت رو نمی کردید پسند
برای ادبناکی هر فرزند گشته امروز ما فرزندانتان کارگر و عالم معلم هر کدام انجینری می نماید آن یکی خدمت خلق را کنیم ما هر یکی. Maryam opa Yodgorova boshlang'ich ta'limdan dars berib kelganlar. Bu kishi qatorida yana bir nechta o'qituvchilarimiz bor. Ular sanoqli o'qituvchilar qolganlar. Ko'plar rahmatli bo'lib ketganlar. Farzandlarimizning ta'lim tarbiyasiga bularning hissalari ko'p, o'zlarining hissalarini qo'shib kelganlar. Haligacha o'zlarining hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Maryam opaning oilalari juda namunali oilalar bo'lib hisoblanadi. U kishining 6 farzandlari bo'lsa, 6 farzandlari ham turli xil jabhalarda o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Onaxonimiz 90 yoshni qarshilayotgan bo'lsa-da, u kishi hali ham bizning mahallamizning faxri hisoblanadi. U kishini biz o'zimizning tadbirlarimizga, oilaviy kelishmovchilik, kelin qaynona munosabatlari, har xil o'sha buvijonlar maktabining a'zosi hisoblanadi. O'zlarining pand nasihatlari bilan bizning o'sha mahallamizda o'z noyob nasihatlarini berib kelmoqdalar. Hozirgi ana shu kecha kunduzdagi bo'layotgan voqealardan hali ham boxabar. Chunki ana shu doimiy kitob mutolaa qiladilar, doimiy o'sha axborotlardan boxabarlar. خدایا شکر به درگاهت که ذکرت در زبان دارم. شب و روز التجایم از گناه ها پاک گردانی. صفات ذات پاکت را همیشه در زبان دارم. مرا هم در قطار بنده های نیک خود دانی. شکر، ذکر، صبر بنده بر کوب اجر. اجر گفتگیش که اگر انامنت شما دانید اگر خدا در شما مکافاتش میتید عقب میتید. من اکنون حیات امروزه ما رو میگیریم. حیات امروزه حیات درخشان، حیات سری به پوری هم بیبی جان. بینید که دوره های پیری، دوره های خوشبختی رو من امروز برده ایستاده در اطراف شما نبیره ها و فرزندان، ابیره ها و من همون موفقیت های نبیره و ابیره ها رو دیده چقدر خرسند شده ایستاده. من در صحبت میگوید که نبیره ها رو پزمان شدیم که حالا من هم خیلی امکانیت هست که برای خواندن، برای کار کردن من به خارج ها رفته، من همون گویم که خواندن خود رو دوام داده ایستادن، یا اینکه من فرزندان امروز موفقیت های خود را نشان داده ایستادن در ساحه ها. چقدر خرسند میشوید امروز با خرسندی آنها عمر برده ایستاده. حقیقتا بینندگان گرامی، انسان هایی که این چنین انسان ها کم و کم البته من در بین ما مانده ایستادن و با این انسان ها در صحبت شده چقدر آدم برای خود یک چیزی رو میگیرد، یک قوه برای ما میدراید. و من میخواستم یک دو مصرع از آن شعرهایی که من مریم اپا روی کاغذ آوردن نوشتن که زبان مادری خود را نمیدانم میگیریم، زبان مادری خود را نمیدانم میگیریم، کدامش از کتب گر خطا خواند میگیریم. همیشه مادر و فرزند چو شمس و اختری باشند، ببینم گرزی هم دور و جدا بیگانه میگیریم. من هم خیلی مصرع‌ها، حقیقتا مصرع‌های پرمعنا، البته همون سرور مملکتمون هم از منبرها برآمد میکنن، بارها تاکید کردن که هر کس باید زبان مادری خود را بداند، زبان مادری خود را گم نکند، زبان مادری خود را فراموش نکند. چون که زبان مادری خود را دانیم کی بودن خود را میدانیم، زبان مادری خود را دانیم البته تاریخ خود را میدانیم و برای این ما بیشتر کتاب مطالعه کنیم. چونانی که من گفته گذاشتیم حرکت کردیم ما تا حد امکان با چنین انسان ها که مهمانی من برنامه ما میگوییم، انسان های شناخته، چهره های شناخته بخارا ما کمی باشد هم درباره آنها به شما نقل میکنیم. مریم اپا تشکری زیاد میگوییم، به شما سلامتی، البته عمری بر دوام. ما از شما حالا بسیار منم خیلی یک مصرع های پرمعنا در وصف مادر، در وصف بخارای عزیزی ما، چون که حقیقتا بخارا این یک مکانی بزرگان می باشد. ما انتظار این مصرع ها هستیم. در همین جا برنامه امروزه ما پایان خود را یافته ایستاده است. به همه شما تنیسیت و خاطری جمع را تمنا کرده خیر باد میگیم. خیر، فرحمند و سربلند باشید. چنان که میروی، چنان که میروی، اسم نگاه کن جا
گرفتار تویم رنجیده این دل جام نارنجی گلم رخسار نارنجی دلی رنجیده را وای دل رنجیده را از خود رضا کن جام نارنجی گلم رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی فیرار شهری تو شدم ز دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم ز دست نارنجی آه دلم پی دلته جام نارنجی کجا منزلته جام نارنجی دلم پی دلته جام نارنجی کجا منزلته جام نارنجی جام نارنجی 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 خودت گفتی به وقت خودت گفتی به وقت گل میایی جام نارنجی گلم رخسار نارنجی گلی عالم تمام گلی عالم تمام شد که میایی جام نارنجی گلم رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی فیرار شهر تو شدم ز دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم ز دست نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی فیرار شهر تو شدم ز دست نارنجی